سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی که بتونین یاد بدیم که چجوری میتونید توی دسکتاپتون یکی از این کاراکترهای انیمه‌ای که اینجاست. البته من خودم همین کاراکتر انیمه‌ای ام، ولی این کاراکتر فرق داره یه ذره. این کاراکتر دسکتاپ میت شماست و شما میتونید کار مختلف باشه انجام بدید. مثلا فکر کن یه فولدری اینجا بازه مثلا، خب این میتونه روش بشینه، مثلا یه ذره پایین میتونه روش بشینه، اصلا کارهای مختلف میتونه برشین پوش، مثلا دالی بگه بهتون یا از این چیزا. بالاخره یه چیز بالیه که هست دیگه، اینجا میتونه مثلا بشینه براتون. بریم برای آموزش اینه که چجوری بریم توی چجوری بریم توی دسکتاپ. خیلی ساده و ایزی ترش. بریم برای آموزشش که داشته باشیم چجوری این کار انجام بدیم. Let's go. خب دوستان، برای این کار ما نیاز به برنامه داریم که برنامهش هم توی استیم هست. برنامهش شما توی استیم باید سرچ کنید دسکتاپ میت، که حالا اینجا من دارمش و نصبش هم کردم. توی استیم سرچ میکنید دسکتاپ میت. استور پیجش هم بهتون نشون بدم اگه استیمون یاری کنه. بکنم نت خیلی ضعیف باشه. حالا در کل ارور داد، ولش. این یه دسکتاپ میتیه که حالا یه برنامه است که میتونیم باش این کاراکتر رو بیارید روی دسکتاپتون و ما این الان لانچش میکنیم. این کار خیلی سخت نیست، ولی خب یه سری آموزش دیگه داره که اینو باید بعداً من توی ویدیوهای بعدی بهتون بگم. این تو ویدیوی بعدیه این، اگه خواستید، اگه نیازتون شد. ایول بوزد ماشین. وقتی که برنامه رو باز میکنید سریع اتفاق میفته، یعنی کار خیلی سختی نیست. یه دونه کاراکتر میاد اینجا براتون و حالا یه سری چیزا داره، یه سری چین کاراکتر داره که یه DLC میتونیم بخرید توی خود استیم. بکنم یه 800 تومانی باشه پولش، البته با ریژن اوکراینی که استیم من هست. ولی خب ما فعلا ما همین کار انجام میدیم. و ستینگ داره که میتونید سایز کاراکترتون رو کوچیک بزرگ کنید. میتونه خیلی بزرگ باشه که مثلا بیاد مثلا اینجا بخوابه، ولی خب ما معمولا کوچیکش میکنیم. حالا بزرگ تو چی میزنه. میتونه اینجا درصد یوزیج از یعنی گرافیک خود کاراکتر رو انجام بدید که حالا لو باشه، میدل باشه، های باشه، که حالا اونقدرام استفاده از کارت گرافیکتون یا چی نمیکنه، خیلی پرفورمنسش پایینه. که من حالا گذاشتم روهای شما، حالا بسته به سیستمتون میتونید چی کنیم. و زبونش هم حالا میشه به ژاپنی یا انگلیسی تغییرش داد. و کارهایی که این میکنه همین، خب یه چیز بامزه است که حالا میتونید توی دسکتاپتون باشه، گوشه موشا بالای فایلی که باز میکنید، مخصوصا برای کسی که حالا ادیت میزنن، برای کسی که حالا یه چیز بامزه است دیگه. در کل اگه دارید ویدیو رو میبینید این دلیلی دارید براش. و اینکه خوبی یک مقدار آلارم داره، یعنی الان ساعت پی سی من 8:01، حالا ساعت ایران نیست. من میخوام آلارمش رو بهتون نشون بدم. میذاریم مثلا روی 8:02، اینو ست آلارمش که بزنیم ساعت که 8:02 بشه این آلارم میده بهمون. یعنی که الان مثلا تو این کارو با فلان کارو باید انجام بدی. مثلا میخوای ادیت بزنی حواست نیست، مثلا میخوای یه کاری انجام بدی، یه پیام بدی به کسی حواست نیست، الان مثلا آلارمش اومد. نگاه کنیم میاد تصویرت هر چی که باشه، هر چی باز باشه این تصویرت بیا برو کارت انجام بده، بدو ببینم. در کل برای کسایی که میخوان یه برنامه داشته باشن چیز جالبیه. و اینکه اینو بذار صداش بره یه لحظه. حل بیدار شدم حل اوکی. این در کل برای کسایی که میخوان کاری انجام بدن، حواسشون نیست و این چیزا، به درد میخوره. و اینکه آموزش بعدی، یعنی اگه خواستید میتونم یه آموزشی هم بذارم برای اینکه بتونید کاراکتر رو عوضش کنید. یعنی چی؟ یعنی خب این خودش دیفالت برنامهش چی داره، یعنی خود این کاراکتر رو داره با یه کاراکتر DLC هم که باید بخرید، که قیمتش هم گفتم نزدیک 800,000 تومان به بالاست. تو ریژن‌های مختلف قیمتش فرق داره. اگه میخواین، چون مثلا میتونید هر کاراکتری که بخواید بزنید، لیون اسکندی بذارید، اصلا چه میدونم ارن یگر بذارید اینجا اصلا براتون برقصه، چه میدونم میکاسا بذارید اینجا، کاراکتر انیمه، کاراکتر بازی، کاراکتر فیلم، نمیدونم. ولی خب بالاخره کاراکتری که 3D باشه و انیمه باشه فکر کنم بتونه زد بشه. آره دیگه، اگه میخواید آموزش اونم داشته باشید که میتونیم یعنی کامنت بذارید داخل این پست، این زیر این پست، که من براتون آموزش این که چجوری این کاراکتر رو عوض کنید هم بذارم.
این فقط یه آموزشی جزئی بود و یه ویدیویی که مثلا یه آموزشی داشته باشیم برای این کار، چون که خیلی دنبال هم چیزی هستن و این ساده ترین راهشه، چون که قبلا خیلی سخت بود ولی این الان راحته دیگه. تو استیم سرچ میکنی، فری هم هست برنامه، هیچ پولی نیاز نیست بدی و این کاراکتر رو داری. اسم برنامه که یه بار دیگه گفتم، یه بار دیگه هم میگم، دسکتاپ میت، که حالا تو کپشن هم براتون مینویسم که اوکی باشه دیگه، که بتونید راحت کپیش کنید و سرچ کنید داخل استیم و داشته باشیدش، چون که دیگه فری هم هست دیگه، نیاز به کرکی هم ندارید. در کل مرسی بابت اینکه ویدیو رو تا آخر دیدید. بازم میگم اگه خواستید که آموزش این داشته باشیم که چجوری این کاراکتر رو عوضش کنیم و با کاراکترهای دیگه، کاراکتر گیم دیگه، کاراکتر انیمه دیگه عوضش کنیم و توی دسکتاپمون داشته باشیم، حتما لایک کنید و کامنت بذارید برام که این کارو براتون انجام بدم و آموزش رو براتون بذارم. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. مرسی بابت ساپورتی که منو میکنید و ویدیوها رو میبینید و لایک میکنید و فالو میکنید، سابسکرایب میکنید، هر چی که اسمشو میذارید. مرسی بابت همه و فعلا خداحافظ همگی.